منتظر باشید که هر یک سومی که شما در بانک‌های خارجه دارید، من دیروز از انگلیس آمدم، من اینقدر حجت دارم، در کجا شما پول داره، در کدام بانک شما پول داره، من همش میدونم چی قدر پول ملت شما دزدیده. من گپ بزنم، من تا این وقت شما را احترام میکنم. بدبخت ها، کثافت ها، پلیدا، انا که منتظر جواب باشید، ببینید که ملت شما را چیکار میکنه. من از هیچ کس نترسیدم و انشاءالله که نمیترسم. اگر به خاطر ندادن زمین و ناراضی بودن ما را 30 سال ترمه کنن، ما آماده ایم. یک ساختار کوچک است. چی شده که اینجا اومد؟ سودا این هست. سودا به دست میبردن، 200,000 میگیری، 100,000 شما مرا میدی. هم عریضه تشکیل میکنیم، هم خنون میسنجیم، هم بعضا کارهای دیگر میکنیم. این خیلی فاکتور هم هست. کروپسیا هم هست، سود هست، پروکورور هست، خب رئیس هست، رئیس جماعت هست، امنیت هست، کارهای داخلی هست، دکتر هست، معلم هست. برادر، همین بعدی همین قدر وای نو دیدیم. باور کنید دیروز با صداقت دوستا و برادرها و هموطنان خودم قائل شدم. خود همین آفیس، این آفیسی که میبینید، دیروز در همین جا حدود 200 نفر جمع آمده بود. بچهای مسکو آمدن دیروز و از ما خواهش کردن که کی برگردیم. یعنی همگی آماده برگشتن بودن و ما نقشه کشیدیم که انشالله اگر که ببینیم نتیجه گفت و شنیدا چی میشد، ما همراه دوستا سوار ماشینا میشیم. یک کلان 1000 نفره، 1000 ماشینه انشالله طرف تاجیکستان میریم و متجاوز و تجاوزگر انشاءالله در منزل خودش، در خانه خودش، در وطن خودش به جزای کارهای کردگیش انشاءالله که سزاوار می شود. اونا فکر کردن که تاجیک دیگه صاحب نداره. از بس حکومت ما خاموش بود، از بس حکومت ما نصف زمین به خطای داد، اونا فکر کردن که اون دوتا بینی کشال میتونن بیان با یک قسمت دیگری از وطن ما را بگیرن. نه، اینطور نیست. با خدا قسم شه بچه های ملت زندن. ما وقتی که زمین ما با خطای داده شده بود، من اولین کسی بودم که صدا بلند کردم و اولین کسی بودم که با شدیدترین و تندترین واکنش موقع خودم بیان کردم به حکومتی کشور. و من از نکردید. شما اگر زندگی خوب و آباد می ساختید، این مردم اینجا خار و زار و غلام نمیشد در پیش این حکومت روز. احوال این مردم رو بینید. خانه های قصرهای 7 اتاجه کرده زندگی کرده شدید، پولای ملت دزدیده ایستادید. ما میدونیم. از همین روز عبارت من شروع میکنم به گفتن. حق گفتم من شروع میکنم. منتظر باشید که هر یک سومی که شما در بانک‌های خارجه دارید، من دیروز از انگلیس آمدم، من اینقدر حجت دارم، در کجا شما پول داره، در کدام بانک شما پول داره، من همش میدونم چی قدر پول ملت شما دزدیده. من گپ بزنم، من تا این وقت شما را احترام میکنم. بدبخت ها، کثافت ها، پلیدا، انا که منتظر جواب باشید، ببینید که ملت شما را چیکار میکند. و من از هیچ کس نترسیدم و انشاءالله که نمیترسم. اگر به خاطر ندادن زمین و ناراضی بودن ما را 30 سال ترمه کنن، ما آماده ایم. ما تا امروز سبب دادن نصف زمین به مردم خطای و حکومت خطای نمیدونیم. سبب چی است؟ ما تا آخر راضی نمیشیم. اگر یک روز ما در حکومت بیاییم، خطای و حکومت خطای بداند که ما این زمین را پس میگردونیم. ما از این کار حکومت راضی نیستیم و هیچگاه راضی نمیشیم. یک روزی اگر من رئیس جمهور شوم یا که دوستا و رفیقای ما اگر که سر حکومت بیان، ما این زمین را برمیگردونیم. من به شما قول میدهم و ما هم هیچ وقت راضی نمیشیم که یک پارچه، یک وجب زمین ما، خاک ما به دست دیگرها افتد. بنابر همین برادرای عزیز، التماس آماده باشید. معلوم نیست کار در کجا انجام می شود. من به خدا قسم سفر داشتم، من سفر خارجه داشتم و سفرهای خودم را کنسل کردم، فقط به خاطری که منتظر مانم که چی گپ می شود.